دوستان گرانقدر، واقعا اسفباره امروز شما ببینید ما در شرایط قرار داریم که بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم توهین میشه از جانب کشوری به نام فرانسه. از سال 2005 روزنامه بسیار لئیم به نام شارلی ابدو میای به پیامبر علیه السلام کاریکاتور میسازه. البته قبلا هم حرکات فرانسه داشته، قبل از آن، خصوصا بعد از این که میبینه اسلام در فرانسه در حال رشده، اینها مینشینن سناریو میسازن. امسال یعنی در 2020 دوباره اینها کاریکاتور میسازن. این کاریکاتور پخش میشه. خب نمیتونن که بیان در مجامع عمومی و به صورت علنی این را پخش بکنن و بر علیه مسلمان ها سختگیری بکنن و خلاصه قوانین وضع بکنن. یک معلمی را میسازند، حالا اینکه داستانش حقیقت داره یا نداره والله من هنوز مشکوکم که آیا واقعا این حقیقت داره یا نداره. خب حالا یک معلمی سر صنف حرف میزنه، یک شاگردی به نام مسلمان، حالا مسلمان هست یا نیست نمیدونم، این هم قضیه مشکوکه کاملا، چون به اعتقاد و باور من اینها بیشترش سناریو هست. به اعتقاد و باور من بیشتر اینها سناریو است. خب این کاریکاتور رو سر صنف معلم نشان میده، بعد شاگرد این معلم را سر میبره. خب این کارش بدون شک خلاف شرعه. این کار خلاف شرع، خلاف دینه. حتی اینکه این معلم به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم توهین کرده باشه، قضیه حدود و تعزیر و مسائل دیگه ارتباط میگیره به حکام، به سلاطین، نه به هر کس که هر کس از پیش خود هر کار دلش خواسته باشه انجام بده. این کارش خلاف شرعه و از روز اول مسلمان ها گفتن که این کارش خلاف شرعه، مگر تعدادی که اسلام را درست مطالعه نکرده. بعد از آن قوانین وضع میشه، بر علیه مسلمان ها تشدید میگیره و شروع میکنه به قلع و قمع کردن جریان های اسلامی و به زندان انداختن برخی از دعوتگران و برخی از مسلمان ها و بستن برخی از مساجد. حتی باعث میشه که 2 زن مسلمان توسط 2 زن تروریست فرانسوی چاقو بخورند. اون اصلا هیچ اخبار به آن نمیپردازه، اگر میپردازم خیلی سطحی از رویش تیر میشه. اما اینکه 2 زن مسلمان، اگر شما تصور کنید برعکس میبود، 2 زن فرانسوی توسط 2 زن مسلمان چاقو میخورد، باور کنید تمام دنیا را پر میکرد. حقوق زن. اما چون اینجا قضیه برعکس، نه، حرف حقوق زن مطرح نیست، حرف ای که 2 مظلوم بودن مطرح نیست، حرف این که 2 تای ظالم و چاقوکش اینها ظالم بودن، نه، اصلا اینها مطرح نیست و مهم هم نیست برایشون. متوجه شدید؟ این زمانی که رئیس جمهور خبیث فرانسه میایم چی میگه آزادی بیان، ما باید آزادی بیان را به وجود بیاریم. درسته که توهین شده به پیامبر مسلمان ها، ولی این آزادی بیان هر کس اختیارش رو داره و ما باید اسلام افراطی را بکوبیم. اسلام افراطی کیه؟ اونیه که از وقتی برای پیامبرش کاریکاتور ساخته میشه از پیامبرش دفاع میکنه. لعنت خدا بر این تعریفتان از اسلام. این اسلام نیست که شما میگید اسلام افراطی. یعنی چی؟ یعنی مسلمان از پیامبرش دفاع نکنه، از مقدساتش دفاع نکنه، مثل شما باشه. عجیبه والله. خب بیاین ما قوانین وضع بکنین که مسلمان ها را در یک تنگنا قرار بدیم. اسلام افراطی را ما نمیخواهیم. و یک سری رسانه های مزدور هم بار این را تیتر خبرشان میکنن، بله اسلام افراطی را فرانسه نمیخواد. آیا این افراطیت نیست که کاریکاتور برای پیامبر صلی الله علیه و سلم رسامی بشه، در ملای آن پخش بشه؟ این افراطیت نیه؟ این افراطیت نیه که یک فرد خبیث بیایه به پیامبر اسلام توهین بکنه؟ این افراطیت نیست؟ آیا این افراطیت رو به وجود نمیاره؟ اگر از نظر قانونی ببینیم باید این خبیث ها خودشان در محاکم کشیده بشن و اون خبیثی که این کاریکاتور را ساخته و باعث شده که این وضعیت به وجود بیاد باید اون به زندان کشیده بشه. که چرا توهین میکنه به پیامبر 1.5 میلیارد مسلمان که محبوب قلبشان را جریحه دار میسازه به نام آزادی بیان؟ توف بر این آزادی بیانتان. و اگر واقعا راست میگن که این آزادی بیان هست، چرا همین رئیس جمهور فرانسه و بقیه جرأت نمیکنن که در مورد هولوکاست صحبت بکنن؟ چرا جرأت نمیکنید بگید این ساختگیه؟ چرا بر علیه رهبران یهود صحبت نمیکنید؟ چرا بر علیه گوها و بر علیه گوپرستان صحبت نمیکنید؟ فقط آزادی بیانتان به توهین به پیامبر اسلام. راست میگویید، شما مردم را فریب ندید. شما اسلام ستیز هستید، شما جریان اسلام هراسی را در رأس آن قرار دارید و دارید اجرا میکنید. دروغ نگید. به نام آزادی بیان و به نام آزادی عقیده و به نام آزادی اندیشه، اینها همه چرند. نه شما به اینها باورمند هستید و نه اجرا کننده ای آن هستید. اگر میگید بله راست میگویید، باور دارید، اولا این آزادی بیان نیست که حتی به تعبیر خودتان
آزادی بیان نیست که شما به پیامبر 1.5 میلیارد انسان توهین کنید. این اولش. ثانیاً اگر شما به این آزادی بیان بی قید و شرط و بی قید و بند شما باور دارید، خب برید به رهبران یهود که یک بار اعتراض کنید، بد بگید، از هولوکاست چیزی بگید، برید بر علیه رهبر یک کشور دیگه بد بگید، مثلا برایش کاریکاتور بسازید، اون را در مجمع عمومی پخش کنید، ببینیم که با شما چیکار میکنن. آزادی بیان دیگه و کسی هم نباید به شما چیزی بگه، به تعبیر خودتان و به اصطلاح خودتان. و از طرف دیگر دوستان عزیز و گرانقدرم، شروع میشه گرفتگیری ها بر مسلمان ها، چون این جوان معلمش را کشته. اولا اینکه داستان من از ابتدایش مشکوکم، من خودم شخصا مشکوکم روی این، چون 2 سال قبل من صحبت های یک کشیش مسیحی را شنیدم، کشیش مسیحی فرانسوی، که میگفت باید ما یک سری برنامه ها بسازیم برای جلوگیری از گسترش اسلام. خب این هم یکی از برنامه هایشان، یکی از سناریوهایشان، درست شد. و یک عده از مسلمان های فریب خورده چی میگن؟ بله خب این جوان رفته معلمش را کشته، اینها حق دارن که این کارها را بکنن، حق دارن. اولا این کاریکاتور و کاریکاتور سازی هایی که توسط فرانسوی ها میشه، فرانسوی های حقود و عقدمند، یعنی حکومتشان، سالهای ساله، از امروز نیست. و این شارلی ابدو از سال 2005 شروع کرده به ساختن کاریکاتور و توهین به مسلمان ها و توهین به پیامبر اسلام. ربطی به این جوان نداره. حالا این جوان داستانش کلا واقعی باشه، در ابتدا گفتیم خلاف شرعه، ثانیاً این خب همین جدیده، یعنی چند یک ماهی میشه. پس این پخش و نشر کاریکاتورها ربطی به این جوان نداره، توهین به اسلام ربطی به این جوان نداره دوستان عزیز. ولی ای کاش مسلمان ها اتفاق و اتحاد و انسجامشان را حفظ کنن. حرف من اینه. امروز واقعا جای تأسف برای برخی از کشورهای عربی و کشورهای اسلامی که سکوت محضند، سکوت مطلق، و نه تنهایی که سکوتن، متاسفانه غیر مستقیم، از این جنایاتی که در حق مسلمین صورت میگیره دفاع میکنن. لعنت بر این چوکیتان و بر این قدرتتان. خجالت بکشید و بشرمید. اگر به یکی از شماها توهین میشد، شما تصور کنید که پادشاه یکی از این کشورها و یا رئیس جمهور یکی از این کشورها، شما تصور کنید که کاریکاتورش را می ساختند داخل فرانسه، اون را هم در مجمع عمومی میگذاشتند، برایش کارتونی می ساختند. شما تصور کنید که از نظر سیاسی چی برخوردایی که با این نمیشد. اما با پیامبرشان توهین میشه، متاسفانه ساکت، در حالی که باید یک سری عکس العمل‌های از طرف حکام مسلمان ها و از طرف ملت های مسلمان صورت بگیره. ملت های مسلمان الحمدلله وظیفهشان را تا حدی که توانشان بوده انجام دادن، گرچه وظیفهشان خیلی بالاتر از اینه، اما حداقل کاری که کردن از نظر اقتصادی شرکت های فرانسوی را تحریم کردن و این کار بسیار خوبیه، کار مثبتیه، کار نیکی انجام دادن، ضربه مهلک و ضربه قوی اقتصادی زدن، چون همیشه ما مصرف کننده اونها بودیم و هستیم، ولی حداقل یک ضربه اقتصادی بتوانیم بر اینها وارد کنیم، چون خدای اینها اقتصاده. اینها خب نظام کاپیتالیسمی دارن دیگه، به اصطلاح میدانید خدای اینهاست، اقتصاد و پول و اینها. یک مصیبت بر سرشان ایجاد میشه و وجود میه. به خاطر همینه که یک تعداد اجیر و مزدور این کشورها باز مخالفن با این قضایا. ولی یعنی کسانی که در رأس قرار دارن، حکام سرزمین های اسلامی، گرچه من همه اینها را مزدور میدانم، الا من رحم ربه، یعنی افراد بسیار اندک شاید باشند، ولی اکثر و اغلب اینها مزدورند. اما حداقل برای این که ملت‌های خودشان دلخوش بسازند، حداقل باید دفاع بکنن. شاید یک ذره ایمان در قلبشان باشه، باید از پیامبرشان دفاع بکنن. پیامبر علیه السلام نیازی به دفاع ما نداره، اما ما با دفاعی از پیامبر ایمان خود را ثابت می‌سازیم و ایمان خود را نسبت به او اثبات می‌کنیم. وگرنه پیامبر علیه السلام هزاران از این به هر حال کسانی باشه که سر و صدا بکنه بر علیه پیامبر علیه السلام، هیچ تأثیری بر پیامبر نداره و هیچ از جایگاه و مقام پیامبر کم نمیکنه، چون الله و رفعنا لک ذکرک گفته ای پیامبر ما ذکر و یاد تو را بلند کردیم. اگر 4 تا انسان لئیم و پست میان بر پیامبر علیه السلام توهین میکنن، 1.5 میلیارد دیگه محبوب قلبایشان، اینا ارزش ندارند، ارزش این را ندارند، بی ارزشن، ارزش خودشان را پایین میزنن. دوستان عزیز و گرانقدر، جالبه رئیس جمهور ترکیه حالا مثلا میگه که این آدم روانیه، رئیس جمهور خبیث کشور فرانسه را میگه، سر و صدا برای انداختن از سازمان به هر حال فلان و از فلان جا و از فلان کشور و سازمان‌های بزرگ جهانی، و خود این آدم که این به من توهین کرده، اما خود این خبیث
به پیامبر 1.5 میلیارد مسلمان توهین میکنه. خودش را رهبر یک کشوری به نام فرانسه میدانه، میگه به من توهین شده. اما خود این خبیث به پیامبر اسلام میگه کاریکاتور میسازه، میگه آزادی بیانه. به نام آزادی بیان هر خباثتی انجام میده. به پیامبر مسلمان ها توهین کنن، جسارت کنن، هر چی دلشان میخواد. ای امت اسلام بیدار باشید. به الله قسم اگر اتفاق و اتحاد در میان امت اسلامی می بود، همچون خبیث های جرأت نمیکردن که به پیامبر بزرگوار ما توهین بکنن. جرأت نمیکردن که جوجه هایشان در میان امت اسلامی برایشان بهبه و چهچه بزنن. این کسانی که خودشان را حکام سرزمین های اسلامی میگن، به الله قسم از نام مسلمان ها باید میترسیدند. به دروغ هم که شده باید اقدام میکردن در برابر این خبیث و در برابر این خبیث هایی که به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم جسارت میکنه. این زمانه که ما باید به خود برگردیم، ما را بیدار بسازه. این قضایا باید تلنگری باشه در ما. ای برادران و خواهران مسلمانان، ما را بیدار بسازه. پیامبر خود را بشناسیم، سیرت او را بدانیم، زندگی او را بدانیم، سنت و روش او را در زندگی خود پیاده کنیم، چون او الگوی زندگی ماست. و دشمنان او را هم بشناسیم، دشمنان خود را بشناسیم، با اونها قطع رابطه بکنیم، فرهنگ اونها را در سرزمین خود قطع بسازیم، به دین خود پایبند باشیم، اتفاق و اتحاد خود را حفظ کنیم. زیرا اگر ما متحد می بودیم، اگر ما یک صدا می بودیم، اگر یک قوت می بودیم، امروز دشمن جرأت نمی کرد که با این جسارت بر علی پیامبر ما و بر علی محبوب قلبها صلی الله علیه و سلم بد و رد بگه و این گونه گستاخی و بیادبی بکنه و بلکه بر این بیادبی خود اصرار بورزه. باید که توسط سرزمین های اسلامی از نظر سیاسی و از نظر اقتصادی و از نظر فکری بینی این خبیث ها به خاک مالیده بشه و ان شاء الله که چنین خواهد شد. هر کسی که با پیامبر ما در افتاد ور افتاد. هر کس که با پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم دشمنی کرد، سرنوشت او همانند ابو جهل، هم در این دنیا خاره و تا زمانی که دنیا باشه با بدی از او یاد خواهد شد. این خبیث ها خواهند رفت، ولی نام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند و در قلبها جا داره. سر و جان ما فدایشان باد صلی الله علیه و سلم.